کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان به توجه ساکنان و ماموران کشور میرساند که بنا به معلومات اگنتی هواشناسی تاجیکستان شبانه روز آینده در ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی تابع جمهوری ولایت سوخت نواحی غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر آمدن سیل‌ها بر اثر آب شدن پیریخ‌ها، ریزش سنگ در راه‌های کوهی و یرچ وجود دارد. غیر از این روزهای 16 و 19 آگوست سال 2024 در ناحیه‌های جنوب غربی و مرکز ولایت سوخت در نتیجه تغییریابی آب و هوا طوفان گرد و غبار پیش بینی شده است. این میتواند باعث آلودگی هوای اتمسفری گردد. به آنهایی که گرفتار بیماری‌های ضیق نفس و راه‌های نفسند توصیه داده می شود معیارهای داروهای استعمالی را در این روزها کاهش ندهند. همیشه با خود اینگالیاتور داشته باشند. اگر طلبات به اینگالیاتور 6 مرتبه در یک روز زیاد شود حتما به دکتر مراجعت نمایند. در حالت پیش آمدن حالت فوق‌العاده با رقم 112 یا تلفن‌های قسم نوبتداری 223 13 11 93 880 28 19 زنگ زنید.